شاید باورتون نشه ولی توی بعضی مناطق عربستان سعودی قیمت آب آشامیدنی از نفت هم فراتر میره و این کشور پر از اتفاقات عجیب مثل ممنوعیت‌های حیرت‌آور و قانون‌های نانوشته فراوونیه. تو این ویدیو می‌خوایم مهمترین چیزایی که تو عربستان سعودی وجود داره و باعث شگفتیتون میشه رو معرفی کنیم. پس تا انتهای این ویدیو همراه ما باشید. اولین چیزی که بهش اشاره هم کردیم مسئله آب این کشوره. همونطور که میدونید عربستان یکی از خشک‌ترین کشورهای جهانه و الان با خرج کلی پول حدود 50% از آب آشامیدنیش رو از طریق شیرین سازی آب دریا تامین میکنه. 40% دیگه هم از منابع زیرزمینی غیرقابل تجدید تامین میشن که باعث کاهش ذخایر آب این کشور شدن. اونا برای جمع‌آوری 10% دیگه از رودخونه‌ها و بارندگی‌های طبیعی استفاده میکنن که باعث میشه هزینه بسیار زیادی برای آبشون بپردازن. برای همین قیمت آب حتی ممکنه از نفت هم در محل‌های گرون‌تر بشه. البته که اونا میخوان به پایتختشون یک لوله 400 کیلومتری برای انتقال آب دریا بکشن، ولی بودجه عظیم این پروژه اون رو تقریبا غیر ممکن کرده. مورد بعدی که تو کشور ما هم مرسومه و تو عربستان ممنوعه بحث جادوگری و فالگیری و همینطور موارد مربوطه است، به صورتی که حتی در سال 2009 فردی که در تلویزیون برنامه پیشبینی آینده داشت به جرم جادوگری اعدام شد. پلیس این کشور به شدت با این مسائل برخورد میکنه و حتی تبلیغ کردن سحر و جادو هم ممنوعه. با اینکه رسانه‌های عربستانی در حال تبلیغ این هستن که مشروبات الکلی تو این کشور مجاز شدن، اما این تمام ماجرا نیست. درست قبلا خوردن هر گونه مشروبات الکلی با زندان و شلاق همراه میشد، اما در سال 2024 قانون جدیدی تصویب شد که فروش این مواد در شهر ریاض اون هم برای افراد خارجی در دسترسه و همچنان مردم خود عربستان نمیتونن مشروب مصرف کنن و جریمه‌های اون هنوز پابرجاست. اتفاق دیگه که تو کشور مرسومه تعطیلی تمام مغازه‌ها و ادارات در 5 وقت نمازه، به صورتی که حتی اگه فردی نخواد نماز بخونه هم مجبوره تا مغازش رو تعطیل کنه. حتی خیلی از رانندگان تاکسی و اتوبوس هم برای رفتن به نماز توقف میکنن و بعدش به کارشون ادامه میدن. در حال حاضر خیلی از قانون‌های عجیب و غریب این کشور تغییر کردن. مثلا قبلا زنان برای سفر کردن هم اجازه ولی خودشون رو نیاز داشت، یا تا سال 2018 اکران فیلم‌های خارجی در سینماهای این کشور ممنوع اعلام شده بود که بعداً با تغییر این قانون فیلم‌های مختلف آمریکایی در عربستان اکران شدند. حتی رانندگی زنان هم در این سال مجاز اعلام شد و تا قبلش اونا نمیتونستن رانندگی کنن یا در کنسرتی حضور داشته باشن و در سالهای اخیر این قوانین اصلاح شدن. مورد دیگه‌ای که تو عربستان معروفه بزرگترین بازار شتر در جهانه که در ریاض قرار داره. این بازار فقط یک محل خرید و فروش شتر نیست، بلکه یک محل بزرگ تجاری فرهنگی محسوب میشه. هر سال تو این محل جشنواره‌ای برگزار میشه که در اون شترها در مسابقات زیبایی و سرعت رقابت میکنن و برندگان میلیون‌ها دلار هم جایزه میگیرن که نشون از اهمیت این رقابت برای عربستانی‌ها داره. چیز دیگه‌ای که تو این کشور هنوز هم ممنوعه قمار کردن روی هر موردی. حتی مسابقه شتر سواری که بسیار پرطرفدار شامل این قانون میشه و افرادی که قمار کرده باشن تحت مجازات‌های سنگین قرار میگیرن. و شاید عجیب‌ترین قانون عربستان اینه که ورود افراد غیر مسلمان به مناطق مقدسشون به ویژه شهر مکه و مدینه به طور رسمی ممنوعه و فقط افرادی میتونن به اونجا وارد بشن که مسلمون باشن. علت اصلی این قانون وجود آیه‌ای در قرآنه که میگه مشرکان ناپاکن. برای همین حضور بقیه افراد رو به این محل‌ها ممنوع اعلام کردن. نظر شما در مورد این قانون‌های مخصوص و ویژگی‌های عربستان چیه؟ میتونید نظرتون رو این زیر با ما به اشتراک بذارید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر به کانالمون سر بزنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.